اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همتون به این مجلس خیر خوش آمده. توجیکی گپ زنم میفهمه یا ازبکی هم گپ زنم؟ توجیکی را میفهمه داخل و در بنخ اگر باشه به ازبکی هم گپ میزنم. فقط چیزی که روزگیش ما باشه. همتون خوش آمده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گوهربارشان میفهمونن که امت من یعنی که مسلمان خیر و نونشه در آدمی با تقوا و با نماز تیه با قوه خیر و نماز و اوقات همین این میره و نماز میخونه صاحب خیرم در ثواب خوش بوده. همین خیراتونه و خدایاتونه ناناتونه باید آدمی نماز خونده تی با ثوابش دیگه بوده. همون با دعا میکرده در ثواب هوای ما هم خوش میشدیم. یکمش همین. دویمش پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که فرزندان شما در رهنن، در زلاجنیکن. چیکار کنه که فرزندان شما ای زلاجنیک خلاص شوند، ای رهن خلاص شوند؟ ای فرستاده خدا چیکار کنیم؟ پیغمبر میپرسن. میگه یک گوسفند بگیره او را قربانی کنه، دست و پاش شکنه، معنی چی؟ پوستش کنه، او را خوراک پزه، اوقات پزه، همسایه و حق اطراف و خیشتون دعوت کنه، همون بخرن، در حق فرزند شما دعا کنن، فرزند شما از گره و در نزد خدا خلاص میشه. ای زلاجنی یعنی عقیقه کنه فرزندتون. عقیقه ای آق گرفته میشه. آدم وقتی اوتا و آتش حرمت نکنه میگن آق پدر. هم خیلی کلمه هست یا؟ اگر کسی همین در حق فرزندش نکنه وای میشه آق فرزند. پدرها هم آق میشیدین، مادرها هم آق میشیدین. انا میرم میگن عقیقه ای همین آق گرفته میشه. یعنی که حق فرزندی الله جل و علا شانه از یک قطره آب برای یک فرزند نازنین داد. شکرانش همینه که یکم فرزند مسلمان وقتی به دنیا میبیه او را به اذان و قامت پیشواز میگیرن. در گوش راستش میگن اذان، در گوش چپش میگن قامت. این اگه سنت اسلام چی با؟ پیغمبر خدا گفتن جین بده با نام سیبیان. یا جین بده نامش چی بده است؟ سیبیان یعنی ابلیس بده. همه ما ایمان داریم من شیطان هست. البته یعنی نیروی هست که اون نیروی فیزیکی نیست که بیایه اون قپا و ما را بر اجا محکم کنه. اون نیروی فیزیکی نیست، اون نیروی روحی های. خداوند وی خلق کرده نامش مانده ابلیس. ابلیس اصلا این کلمه یونانی های. در قرآن 11 جا در کلمه آدم اومده، 11 جا در کلمه ابلیس. کسی که آدم شوه فقط ابلیس غمتیه. من بینین که ابلیس داریم. و ابلیس چیه؟ ابلیس همین دیابلوس، همون دیویل، یا مردمی مقصد دیگه انگلیچانو میگن که دیویل، همون نفر نیرویه که ای رحمت دور. در حق وی رحمت نیست، همون یک نیرویه که از کار خوب دور. نامی وی میگن ابلیس. نامی وی ابلیس. یک ابلیس بوده است که نامی او بوده سیبیان. همون روزی که فرزند به دنیا می اومده، این اومده فرزند غم می داده. در 5 چیزی فرزند دخالت میکرده: ذهنی فرزند، آداب فرزند، هدایت فرزند، اخلاق فرزند، محیط فرزند. 5 چیز اگر همون می اومده نزدیک میشده، 5 چیزی فرزند مسلمان رو ویران میکرده. پیغمبر گفت شما از آن گو سیبیان دفن میشوند. ما کودکان به دنیا میبید در گوشون چی میگن؟ یکم از آن چی به همون جین روا. حضرت سلیمان علیه السلام پیامبر الهی همین جین قبیده بوده است. در زمانی که حضرت با جین و شیطان چی بودن؟ در زمان جین آشکار بودن، اما رخصت الهی نبوده برای نابود کردنش. هر انسانی که از آن قامت نمیگه در گوش فرزندش، این جین در توفیق هدایت و اخلاق فرزندش ضرر میرسونده.
برای همین گوش راست ما در اذان میگن، گوش چپ ما در قامت میگن. برای اذان میگن برای کودکی این ای ضرر همو جین و مصیبیان ابلیس خلاص خره. یک دویمش که اذان و قامتی خبردارش میگن ای نمازی که او را جنازه میگن. دو معنی داره اذان ما. سبحان الله، همه ما با اذان به دنیا آمدگیم. در بیخ گوش ما اذان گفتگیم، در بیخ گوش ما قامت گفتگیم. بعد از این دویم چیزی بزرگ چیه؟ جناب پیغمبر گفته لی خمسة اسماء، من 5 تا نام دارم. یکم نام من احمد. خشا به حال آدمی که هم نام رسول الله. یکم نام من احمد، دویم نام من باعث، سیم نام من حاشر. برای که روز قیامت من قدم میزنم، گفت ای تگ قدم من امتم خستن میگیره. من در قیامت میستم، گفت من حاشرم، اطرافی من در جمع میشه. همه نامش حاشر بده. چهارم نام پیغمبر محمود بده. پنجم نام پیغمبر که در دنیا مشهوره محمد بده صلی الله علیه و سلم. ما امت شیم. خشا به حال آدمایی که 5 نام میمونن فرزنداشون ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کسی 3 نام ای فرزنداش در خاندانش 3 نامی من امونه، خاندانی وی در کمبغلی ابدالآباد نمیبیو. کسی 3 فرزندش نامی رسول الله مونه. کدام ای فرستاده خدا؟ گفت محمد، محمود، مختار. کسی 3 فرزندش 3 نامی رسول الله را مونه. یک نام پیغمبر مختار هم بده. اگر کسی 3 نام مونه گفت در خونه و کمبغلی نمی بیای ابدالآباد، فقیری نمی اومده، فقط به دولت میشده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فرزنداتون به 5 جهت نام مونه، به 5 جهت نام مونه. یکم اسماء الحسنا مونه، 99 تا نام خدا. عبدالاحد، عبدالقادر، عبدالستار، عبدالواحد، 99 تا نام خدا رو فرزنداتون یاد شمونه. ای اولش با کلمه عبد. دویم نامای رسول الله را مونه، احمد و محمود و حامد و این. سیم نام بزرگای دین مونه، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و خالد و حمزه. چهارم نامای رمانه که به دین پیوستگی کنه، غیاث الدین، ریاض الدین، شمس الدین، قمر الدین. ایخ ناممونه. پنجم هر نامی را که در داخل او عزیزا در ترجمهش غلط نباشه، مثل خورشید، مثل مهتاب، مثل یک نامای مونه که ترجمهش به معنی نباشه. پیش حضرت عمر یک مرد میبیو ای فرزند شکایت میکنه، میگه فرزندم حرمتم نمیکنه، به حد غمو میتیه. میگه من فقط دعای بعدش میکنم. این عق شدگیه. بچهش هم میبیو میگه پدر امیر المومنین همین پدری منه. همین فرزنده هم در ذمه اوتا حق دارن؟ میگه بله حق دارن. میگه چی حق دارن؟ میگه یکم همینه که نامی نیک باید فرزندمونی. میگه این نامی من جعل مونده. به عربی جعل میگن، به تاجیکی خمون گمبوسک یا قنغوز میگن. خمون قنغوزه که در تپکا میگرده، عربا اوه جعل میگن. اون نامی من قنغوز مونده. همه ما را مسخره میکنه، حق عقیقه را به جا نیاورده. ای دستی من گرفته پیش یکم دوملا و علیم و مکتب نبرده. من چخیل کلان شدم، دم محیط کلان شدم. حضرت میگه نگاه کرد طرفی اون مرد، گو پیش از آخ کردن این بچه تو خود آقی فرزند شدی. اون فرزند امانت خدا های. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن حق فرزند در گردن پدر و مادر همینه که ای یحسن اسمه، نامی نیک مونه بچه‌تون. نامی نیک موندن سنت رسول الله های. عقیقه کردن سنت رسول الله های. پیش داملا و عالم بردن سنت رسول الله های. مکتب و مدرسه و اینستیتوت برده صاحب نامه های کمال کردن و فرزند عالم کردن سنت رسول الله های. این فرزند امانت های. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن روز قیامت انا همین تحقیرانی را دیدگیه، من تراشه و تخت چهار را میمونن، علامتی هم به ایبالش کنده ها را میمونن، با در میگیره. همین تحقیرانی خس و خوشا کنده را میسوزونه. با گفت فرزندای بدی که تربیت میته روز قیامت انمو خس و خوشا که هستن که ایتگی شما میمونن، شما را علامتی هم
فرزند غم دنیاش کسی میخره، غم آخرت کسی میخره، جای او بهشت. کسی غم دنیاش میخره، غم آخرتش نمیخره، این فرزند فقط در قیامت دامنش میگیره به خدا. چه خیلی که همین دنیا رو دامن مون میگیره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که یک فرزند دار میشه، یا دختر یا بچه، وقتی که او عقیقه میکنه، گوسفند میکشه، او را خوراک میپزه، آورده در پیش مردم مهمانو میمونه. در یک روایت در بخارا زمین خمان اصلا در مسجد میکردین عقیقه را. در کجا میکردین؟ در مسجد میکردین. حتی همون استخوان‌هایی که ای بدن عقیقه میبرمده، همون استخوان‌ها را جمع میکردین که سگ هم نخره، برده در جا گور میکردین که پیغمبر گفتگی بوده است که مال عقیقه مالی به برکت است. حتی همین کارا در بخارا بوده است که همون استخوان‌های همون هم جمع میکردین که این مالی به برکت است، خونی قربانی به برکت است. برای چه خونی قربانی به برکت؟ من که قربانی را نزدیکش دسته. همون روزی که کارچه را در گلوی قربانی میمونی، بسم الله الله اکبر گفته میکشی، همون خون در زمین نرسیده، خدا گناه صاحب قربانی را میگذاره. او گوه که برای توی میکشی، برای تماشا میکشی، برای معرکه میکشی، اون یک برابر یک دانه انمی قیل قربانی نمیشوه. قربانی در روزگی خدا ہے. حتی که صاحب تفسیری مظهری هم میبیاره که هر کسی که روز یکم عید قربان، دویم عید قربان، سوم عید قربان اگر 10 تنگه در یک مال گیره و قربانی کنه، غیر این روزا اگر 1000 تنگه در یک مال خره و قربانی کنه، ثواب 10 تنگه مال نمیگیره. اگر یک آدم $10,000 در مال قربانی کنه غیر قربانی و همون روز عید قربان $100 در یک گوسفند قربانی کنه، برابر او $100 نمیشوه. برای که این خون پیش خدا میره. خداوند امر کرده که ما قربانی کنیم، پیغمبر امر کرده که ما عقیقه کنیم. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت پیر بدنشون عقیقه قرضاریشون کردن. دیگر مذهبا واجبش میگیره، مذهب حضرت امام ابو حنیفه سنتش میگیره. برای همین عزیزا پیغمبر در پیریشون عقیقهشون کردن. هر مالی را که از او قربانی کرده میشوه عقیقه کرده میشوه. چی گاوه، چی شتره، چی بزه، چی گوسفند. میتونه یک تکنه، میتونه 2 تکنه. کسی چه امکانیت قدرتش میتونه همو هفته فرزند به دنیا آمدن دکنه، میتونه 40 برای کنه، میتونه سال دکنه، میتونه 2 سالگیش دکنه، میتونه 3 سالگیش دکنه. اگر فقیر باشه مگه اثر ساقید میشوه تا روز بای شدن شه. همون روز بای کشیدن مگه با عقیقه فرزندش کنه، که این حق پدری بود است. فرزندامون در گروان، همون وقت ای گرو ای زلاج خلاص میخوردن که ما عقیقه شون کنیم، نامی نیکشان مونیم، مکتبشون بریم، پیش دملو بریم، خانه حرام حلال یاد گیره. انا همین وظیفه پدری. همون روز عقیقه کردیم، بعد عقیقه ما حق داریم که دست فرزندمون توی سنتی کنیم. بعد عقیقه حتما توی سنتی کنی. همش به یک گوسفند جنبست میشه عزیزان. یک گوسفند میپزی من رنگم برادر باری میتونه هازی دختر برای دست بچه‌اش باشه حلال کنه، بعد اوای نومی نیک شمونه، بعد از زمین خلاص. اسلام 1400 سال پیش ما را میگه که نکنه خرجاتی به معنی بسیار. یک گوسفند قدی هم کار حل کنه، هم نام شمونه، هم دستش حلال کنه، هم عقیقش برای روا. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای حق نبیرهاشون حسن حسین خشون عقیقه کرده بدیان. حق دارن باباها هم که نبیرهاشون خشون عقیقه کنن. پیغمبر نبیرهاشون خشون کردن. در عادت مردم عرب همین بود که سر گودک میتراشیدن، در سرش زعفران میشکیدن. ما زعفران هم نشکیم هیچ گپ نداره. زعفران چی بوده عزیزا؟ یک گلی زرده که او را تر میکنن، هم گل رنگ هینه برینن که گودکا گویا توی شدن، توی سنتی شدن. این حق پدری است. هر پدر باید بکنه ای کارا، هر مادر باید اینه کنه.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگه حق فرزند در ذمه پدر و مادر 4 چیزای: نامی نیک، عقیقه کردن، بعد از او صاحب علم کردن، علم دنیوی و کسب و کار، 4م صاحب دین کردن. فرزندامون صاحب دین کنیم امامون. احترام کی میکنه؟ فرزند دیندار. حرمت اوتر کی میکنه؟ فرزند دیندار. حرمت مادر کی میکنه؟ فرزند دیندار. قسم به خدا هر خیل فرهنگا و فرزندا را کلان نکنیم، اینا به رحم کلان میشن. او قرآن و هفته که فرض عین و صحبت روز جمعه و پیش مولا فرزند مهربان میکنه. دنیا حال خواه اسلام بیداره. سوال میشه چه دنیا خواه اسلام بیداره؟ در یگان ورق دنیا و فن دنیا یک کلمه برای حلال حرام نمیوی. کنی یک از گوه که من در فن خیمیا یا ورق یافتم برای حرام حلال گاو میزنم. کنی یک انسان گوه در فن متیمت که من یا ورق یافتم که برای حرام حلال گاو میزنم. کنی یک از گوه که من در فن تاریخ یا ورق یافتم که برای حرام حلال گاو میزنم. اما اسلام فقط برای حرام حلال گاو میزنه. زنا نکه، عرق ننوش، نشه نکش، دروغ نگو، بردک نرس، ظلم نکه، بخیلی نکه، حسد نبر، برادر تای غیبتش نکه. این بین چه خیلی انسان کلام میکنه؟ نکن این کارو را. در تمام دنیا عزیزو فنش ورق زنه یک کلمه برای حرام حلال نمیویم. نیکم اسلام فقط برای حرام گپ میزنه، برای حلال گپ میزنه. حلال کار کنه، حلال گرده، حلال یا دیگری را دوست داره. دویم مسئله، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی دو مرد مسلمان مصافحه میکنه، مصافحه چی عزیزا؟ دست به دست سلام کردن. معنی کف به کف میمونه یا دو دسته یا آغوش میکشه. همین جدا شدن برابر پروردگار گناهاشونو میگذره. عزیزا قهری نگرده، کینه نگیره نسبت یا دیگریمون. سلام کنیم، آغوش کشیم، اثبات کنیم مسلمانیمونه که ما چخیلی دوستیم. پیغمبری ما دعا میکنه که لا تجعل فی قلوبنا غله، خدایا در درون دل من غیل، چرکنی و بخیلی و افلاسی و دشمنی را جا نته نسبت مسلمانو. نخواه مسلمان درون چرکین باشه، نخواه مسلمان دلش بخیلی باشه. ما میدونیم مردن حقه، ما قیامت به باور داریم و پگه با نمیخیل میخیزیم، یادگاریمون هم میبینیم، لیکن انامون رو نسبت یادگاریمون چی عملی ناشایسته کنی به اشکار میشوه. انمی دویم کار امروز در بین جامعه مسلمان ها انمی رفته سر، به حد بخیل زیاد شده، به حد دروغگو زیاد شده، به حد حرام خور زیاد شده، به حد یک دیگر بدبینی زیاد شده، به حد یک خیلی انسان میبیاید در اکثری معرکه ها میگه فلانی شتگه همین جا نمید رویا. عزیز اون وقتی تو نماز میخونی، روزه میگیری، میگی من مسلمانم، چه خیلی برادری مسلمان تو بد میبینی، چه خیلی مسلمان تو شوم میبینی. و برادر تای و برادر ایمانی تای. حتما کسی مسلمان قد دست به دست سلام میکنه خداوند همه گناهاش میگذشته. مسلمان ها را دوست داریم و دیگریمون حرمت کنیم. او قد دنیای نیست. هر روز فهمیده استیم که یک کسی برده میمونه در خونه قبرش. هر روز شاید که بدانه آینده یا پگاه یا یک سال بعد نوبت یک ایموه چی درگار خفه رفتن بالای تابوتی هر یک تمانده میگن که حق الله یا حق العبد. حق الله همینه که نماز روزه نخونده باشه به خدا مسپاره میشه که، یا نگرفته باشه عملی ناشایسته کرده باشه به خدا مسپاره میشه. حق العبد همینه که سر شپلاق زده، آزار داده، غیبت کرده، یک انسان حقش پامال کرده برادرها بخششه. اگر نبخشه چی؟ اگر نبخشه چی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی یک مسلمان ناحق یک شپلاق میزنه روز قیامت خداوند نیمی زمینه در تخت پوش میمونده که تو چی با مسلمان یک شپلاق به هیچ میزنی؟ برای همین کسی را زدیم، آزار دادیم، حقش خوردیم، حالی هم زنده بیا بریم توبه کنیم. یا دیگری مونا بخشیم که اون روز در تابوت مورا میمونم با اوجا نگوان حق العبد اگر دیگری تا بخشه، یا که نگوهای دستمون چی میبیو.
خداوند یگانه برای همین به قوته. اگر پنجم من راست کنم هر یک دانه چلیکای من شکستن آسانه، اما من مشت کنم نمیتونش که شکسته. چه خدا بزرگه برای که یگانه. ما هم یک گپه شویم، ما هم یگانه شویم، یک جا را گوش کنیم، اتحادمون قوی باشه، یا رئیس گوش کنیم، یا کلانمون گوش کنیم، قسم به خدا ما هم به قوت میشیم. پراکندگیمون، بمعنیگیمون هیچ جا در قدر قیمت نداشتنمون ایران پراکندگیمونه. هر یک قوم و قبیله یا دیگر را دوست داره برادر، یا دیگر را حرمت کنه، قهرگی ها را بخشه، آغوش کشه. قسم به خدا هم فیض میشه، هم برکت میشه، هم عزت میشه، هم آبرو. خداوند خیر قبول کنه. پروردگار و فرزندی برادر عمری دراز ته، توفیق بندگی ته. این جمعیت پروردگار همشه برای را هدایت کن. ای درون دل ما چرکنی و کینه و عداوت و بخیلی را نسبت یادگاریمون دور گردان. خداوند ما را توفیق بندگی ته، ما را برای راست هدایت کن. این خیرها را قبول کن. صف جوان مردا را زیاد گردان. خداوند اسلام عزیز در بین ما مستحکم گردان. اتحاد ما را قوی گردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين.